ناراحتتون کردم، معذرت میخوام. من احساس کردم شما انگار نمیخواین روی دیگه ماجرا رو ببینین. راستش تو این چند سالی که من از خودم گرفتم یه چیز خوب فهمیدم. وقتی تلفنی که منتظرش نیستی بهت خبر میده که عزیزت حالش بده و خودتو زودتر برسون، فقط یه معنی میده. بازم بگم باید شما منتظر هر اتفاقی باشه، ولی مطمئن باشه هر اتفاقی که بیفته، هر اتفاقی حتما توش یه خیریتی هست. خدا هیچ وقت بعد من داشت نمیخواد. خدا رفتن